روز 4 فوریه داریوش اقبالی عزیز 75 ساله شد. سالهای پرباری که تونست در کنار مردم باشه و از عشق و رنج اونها بخونه و از همبستگی بگه. ما همکاران برنامه از دور از نزدیک به داریوش اقبالی عزیز تبریک میگیم و ازشون به خاطر تمام تلاش‌ها و زحماتشون قدردانی میکنیم. تبریک و قدردانی ما رو در اینجا میشنوین. آقای داریوش عزیز، تولدتون مبارک. عشق به شکل پرواز پرنده است. وقتی به صدایی دل میبندیم که مثل رودخانه‌ای از عمق جوانی هامون جاری شده و تا امروز قلب و جان ما رو رنگین و گاه هم غمگین کرده، صمیمیتی در خودمون احساس میکنیم با صاحب این صدا، با داریوش عزیز که مثل رفیق سالهای جوانیمون همه جا با ما همراه بوده. داریوشی که راوی و بیانگر تاریخ رنج و شادمانی مردم سرزمین خسته و خونینمون ایرانه. داریوشی که سالهاست با ترانه‌هاش جان ما رو از عشق، مهربانی، دوستی، همبستگی و اعتراض لبریز کرده. داریوشی که آواز قلب ما رو برای مردم ایران دربندمون میخونه. داریوش عزیز، با مهر، احترام و صمیمیت تولدتون رو تبریک میگم. با بیشترین آرزوها برای تندرستی، پایداری و استواریتون. همیشه سربلند باشین. دوستدار شما، محمد عقیلی. داریوش عزیز، هنرمند صاحب سبک و همیشه مردمی ایران، پوران شاهی هستم. زادروز تولد شما انسان نیک خواه و نیک اندیش رو تبریک میگم و آرزو دارم همواره سالم و سلامت باشین تا به نیات پاکتون که بیشک کمک به انسانهای نیازمند است برسید. زادروزت خجسته با داریوش عزیز. از به من نگو دوستت دارم نزدیک به 55 سال گذشته و حالا میلیون ها آدم میتونن با صدای بلند فریاد بزنن و بگن که دوستت دارن. ارمغان تو به ما و جهان صدایی بوده که بیش از نیم قرن ادامه داشته و اون چیزی که این صدا رو زیباتر و زیباتر کرده پیامی بوده که این صدا سعی کرده به جهان بده. باور کن دوستت داریم. مسعود اعتمادی. حالا که کار تو شده پر از نیرنگ و ریا، حالا که دل تو شده فرسنگا دور از خدا، به من نگو دوست دارم که باورم نمیشه، نگو فقط تو رو دارم که باورم نمیشه، به من نگو دوست دارم. باور کن دوستت داریم. امروز تولد هنرمند گرامی است که علاوه بر صدای گرمش اغلب آهنگهایش پژواک آزادی و کرامت انسانی برای کشورش بوده و آرزویش دموکراسی و همبستگی مردمش برای رسیدن به این آرزوهاست. داریوش عزیز، زادروزت مبارک با آرزوی تندرستی و تداوم اثرگذاری در مسیر آگاهی. محمد اثباتی. زادروز هنرمندی را تبریک میگویم که صدایش فقط برای موسیقی نبود، برای انسانیت بود. خواننده‌ای که سالها از عمرش را وقف یاری به معتادان کشورش کرد و ترانه‌ها و سخنانش در کنسرت‌ها پژواک آزادی، کرامت انسانی و دموکراسی بود. تولدت مبارک داریوش عزیز. صدایت الهام بخش، راحت ماندگار و حضورت امید بخش باد. پروین افتخاری. امروز ما
امروز فریاد، فردای ما روز بزرگ میاد. بگو که دوباره میخوانم با تمامی یارانم گل سرود شکستن را. داریوش عزیز، به پاس فرارسیدن 75 سالگیتان گویی خورشید این بار دیرتر به غروب می نشیند تا جهان دمی بیشتر از روشنایی حضورتان بهره ببرد. صدای شما سال هاست در جان مردم ریشه دوانده و ترانه هایتان با عشق آغاز و با امید ادامه یافتند. دستانتان مرهم زخم جانهای گرفتار در اعتیاد و خفقان سیاسی است و آوازتان طنین لبهایی است که سالها در حصار خفقان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و هنری به خاموشی کشیده شده‌اند. به نظر من شما تنها یک هنرمند نیستید، بلکه وجدان بیدار انسانید، کسی که از شهرتش پلی به سوی کرامت انسانی ساخته و نغمه را با تعهد و مسئولیت اجتماعی در هم آمیخته. باشد که صدایتان در شریانهای زمان همواره روان و رسا بماند و نامتان همچون ترانه‌هایتان بر لوح زمانه جاودانه نقش ببندد. زادروز 75 سالگیتان فرخنده و شاد باد. با آرزوی بهترین ها برای شما و ایران عزیز. علی سرکوهی. دلم مثل دلت خونه شقایق. سلام داریوش عزیز، آگاه شدم که 75 ساله شدی. من 3 سال باید صبر کنم تا به سن شما برسم. با شناختی که از قبل و امروز شما دارم باید اعلام کنم که انسان تأثیرگذاری هستید. آهنگها، شعرش و صدای شما و آثاری که خلق کردید گواه این ادعاست. شما موفق شدید دنیای اطراف خودتون رو تغییر بدید و با کمک هنر جوانان نسل جدید رو هدایت کنید تا از شیب‌های تند، مخصوصاً شیب‌های تند زندگی، به سلامت عبور کنن. شما حقایق تلخ روزگار رو در کلام خود به تصویر کشیدی. شما با برداشتن نقاب از روی زشتی ها آن روی واقعیت رو فریاد زدی و در جمع کاری کردی که ماندگار و در تاریخ ثبت شدی. میگن سن 75 سالگی یعنی اوج پختگی. در هر حال من سیروس ارسطو نژاد از همکاران تیم برنامه ساز در رادیو از دور از نزدیک آرزو میکنیم همیشه بدرخشی و در اوج بمونی. تو از آتش گذشتی تا به امروز رسیدی. دوستت دارم. تولدت مبارک. پشت سر جهان روبرو غرقاب آدمه. آقای داریوش گرامی، من وجیه فاطمی دسفولی از همکاران رادیو از دور از نزدیک هستم. برای من همیشه صدای گرم و واژه‌های دلنشین شما، چه در گاه موسیقی و چه در زمان دعوت از ایرانیان به همبستگی و انسجام، یادآور مهرتون به میهن و عشقتون به آبادی و سرافرازی اون سرزمینه. امروز زادروز روشن شماست. از راه دور و دلی نزدیک با گل و آرزوهای نیک
این روز رو به شما شاد باش میگم. امید که سال و سالهای سرشار از نور و شادی و آرامش در پیش داشته باشید. تندرستی و سربلندی از آن شما و میهن باد. گفتم تو چرا دورتر از خواب و سرابی، خواب و سرابی، گفتی که منم. مازیار شاهی هستم از گروه نمایش از دور از نزدیک. داریوش عزیز، تشکر می کنم از آثار فوق‌العاده‌ای که تا اینجا با ما قسمت کردی و تولدت مبارک. داریوش جان مادر، خواستم که از راه دور تولد 75 سالگی تو بهت تبریک بگم مادر. چقدر خوب شد که به این دوینا اومدی. آره انشالله همیشه مثل الان جوون و سر و حال و اینا بمونی و کنار زن و بچه‌ت با خوشی خرمی. آره میگم هر وقت من با خدا میامرز مشرعیم دعوا میکردم این آهنگ تو رو واسش میخوندم، بچه ها زمزمه میکردن، یاد گرفته بودم. گفتی به من نگو دوست دارم که باورم نمیشه. به من نگو دوست دارم که باورم نمیشه. نگو فقط تو رو دارم که باورم نمیشه. بعد دیگه میومد خدا بیامرز با هم آشتی میکرد، آشتی کنون داشتیم. خدا عمرت بده مادر. خواستم برات آرزوی خوبی‌های دنیا رو بکنم. کاش که پیشمون بودی یا کاش که بودی ونوس واسه تولد میگرفت اینجا. بعد خودم واسه یه دونه شال گردن میبافتم میآوردم گردنت مینداختم که یه وقت سرما نخوره ننه. بمونی واسه همون ایشالله مادر، بمونی که کمک دست همه جوونامون باشی. قربونت برم، قربون صدات. ایشالله برات همه چی خوب باشه. خیلی دوستت داریم هممون تو گروه. همیشه ذکر خیرت هست مادر. فدات شم. مراقبت از خودت بکن. ایشالله که دوینا واسه ریترنا رو بسازه. گل بارون زده من، گل یاس نازنینم، میشکنم پژمرده میشم، نزار اشکاتو ببینم. خب آقای داریوش عزیز، اینایی که شنیدین ذره ای از عشق و محبت همکاران ما در برنامه از دور از نزدیک به شما بود. آقای داریوش عزیز 75 ساله شدین. ترانه ها و صدای زیباتون از همون آغاز انتشار تحسین مردم و به خصوص جوانها رو به همراه داشت و این تحسین ها تا امروز بیشتر و بیشتر هم شده. خیلی زود سرشناس و محبوب دلها شدین و سرشناس بودن آقای داریوش عزیز چقدر دشواره. همه حرکات و حرفای آدم زیر ذره‌بین قرار میگیرن. عده‌ای اونا رو ستایش میکنن و عده‌ای تقبیح و شما با علاقتون به هر دو گروه چه صبورانه تحمل میکنین. ولی خب حتما آزردم میشین، اما در مقابل ازشون میخواین به تفاوتها و عقاید مختلف احترام بذارن. شما با شعر، ترانه، دکلمه و تصویر از عشق میگین، از درد مردم میگین و در کنارشون میمونین تا صداشون باشین. همزمان با علاقه و عشق برنامه‌های رادیو تلویزیونی تهیه میکنین. از بیماران مبتلا به اعتیاد حمایت میکنین و فعالیت‌های حقوق بشری انجام میدین. آقای داریوش عزیز موفق باشین با این همه دارایی در کوله بار سالها کار و تلاشتون
و به قول زنده یاد سیمین بهبهانی جوانی آغاز می‌کنیم برای تحقق گوشه‌ای از هدف‌های بزرگی که دارین. صداتون مثل همیشه رسا باشه و در صحنه بدرخشین و عشق رو همیشه زندگی کنین در کنار ونوس خانم نازنین و با بیتا و میلاد عزیز و هوادارانتون و شاهد پیروزی وطنمون باشین، پیروزی جوانانمون. آرزوهای زیادی براتون دارم و اونا رو در روز تولدتون در دل تکرار میکنم، اما از تکرار این آرزو نمیتونم بگذرم که شما رو در میدان آزادی با حضور هوادارانتون ببینم. داریوش عزیز، تولدتون هزاران بار مبارک. دوباره باز خواهم گشت، در گلخانه ها را باز خواهم کرد، تمام آسمان را آبی پرواز خواهم کرد، تو را در کوچه های کودکی آواز